اجنسی ضد فساد در نویه پنجکین سلاح و موادهای ترکنده پیدا کرده است که در حالت کورشویمی قرار دارند. یک منبع در اجنسی ضد فساد روز 15 مارس در صحبت با رادیو زود گفت سلاح و موادهای ترکنده در دهه آبی بوری جماعت مقدون پنجکین دریافت شده. منبع افزود کارمندان اجنسی از زیر سنگ‌های کلان کوهی برخالطه سفید پیدا کردند که در داخل آن موادهای ترکنده، سلاح و تجهیزاتی برای ترکیش استفاده شده را یافت نمودند. از جمله به قبل این مسئول اجنسی از داخل برخالطه 1323 گرم مواد ترکنده تمغه امانال، 904 گرم مواد ترکنده تمغه تراتیل، 15 عدد موادهای ترکیش دهنده از جمله ریسمانی ترکیش دهنده و 3 عدد سلاح آتشفشان پیدا نمودند. همه سلاح‌ها و موادهای ترکنده پیدا شده در حالت کورشویمی قرار دارند. در اجنسی ضد فساد با رادیو زود گفتند از روی حادثه با ماده 195 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شد. تفتیشی حادثه ادامه دارد. مسئولین اجنسی میگویند یگان گمانبر دستگیر نشده است و فعلا معلوم نیست که این سلاح‌ها به کی تعلق دارند.